پیش استش قضاوت نکنید و دلیل از رو گوش کو آرزو. دلیلش چی است که رفته زن کده میگم سن سال تو یک دختر دار زن کده خود زندگی مستقل پیش خود داشته باشه آرزو. تو پیش استش قضاوت زن بوده نکن. باشه او رو گرفته باشه دیگه ما زیادش رفته باشیم. تو چه اشتباهی ما را دیده بودی که ما را ترک کردی رفتی؟ چی گناه و خطایی بود؟ از شما هیچ چیز نبود. خب بیشتر من گفتم قبلا من گفته بودم برات که بعضی وقت آدم مجبور میشه از همه چیز بگذره. همه کس مجبوری داشتی؟ چی مجبوری داشتی که تو الهی ما کدی رفتی؟ تو نگفتی یک زن جوانم. بیایم کارخانه مکنیم یک جمع جارو و ظرفا. این تو بگو گپای دلتم هم میایم. دیگ پخته کو برم یگان روزک پایای ما چاپی کو دستای ما چاپی کو. خیر است باز دلت چیز نگرده. اگر بسیار که دلت بسنامه ای ما شام میتمت. مرا خب میگی گپ نندازی. خب که میگی که میری تو اونجا مز در میبرایم تو از دریچه میبرایی. خود نمیرم ماما جان. الو خدای زبان اسپری آسیاس خدای تو مرا نجات بدی. یعنی مادرم شما دیگر روز میره خواستگاری خب؟ بعضیا قسم میفهمونی که مرم باید ببرن. چرا؟ تو نمیبره؟ نه من میگه نمیبرم تا در خانه باش. خب نرو وی دفعه نرو بازوی. تو دیوانه هستی چیزی من چرا نرم؟ چرا بری؟ وی خود تو خونه میری جای تو من میرم. لالا اجمل خوب است که اومدی. یک گپ چند روز است که دلم است بگویم قار نشو دیگه. یک گپ بر مادرم گفته نتونستم. گفتم باش خودت بیای کلان هستی. چی گپا؟ یک روز زمین جا آمدم خانه فردین وضعیتش دی چند روز یک رقم تغییر کرده بود. دمی پشتای پرده و اینجا بودک. باز یک روزی را دیدم که اونمونجا دو بکس این قدر $30 کشید. یک کد پیسه بود پیشش. دلار؟ دلار بود. دلار بود. باز مرا 1000 داد. گفته هیچ کس نگو. خب من دلم طاقت نکرد. من خب بیاز گفتنی بودم یا تو را یا مادر من میگفتم دیگه. گفتم باش خودت بگویم دیگه. من چون از کجا کده بند پرسان نکردی کساشو کردی؟ گفت که ایرا اندیوالم داده برم پیسه موترش است میتم پس. اندیوال سر از این نان بندی را تبار میکنه باز پیسه خودم میتن؟ خب ما مامور میگم ای بعد از طلاق گم شدن زن و مامایم چطور ای پیسه دار شده خوشحالی سوسو میگرده. یعنی فکر در چی تو که میگی طلا را میگرفته؟ اینه میگرفته بندل از $100 پیش بود. این گپایی که تو گفتی اگر راز بود راست است. من خودم دیدم. گپ میزنم چندین بار شد ما را به عزت و بیابرو ساخت پیش قوم و این باری ده طلای زن مامای ما را بزنه دوزی کنه باز خوشویش خدایی را بشرمانه که تی کارش. اونم طلای زن مامای ما گرفته و پیسه جور کرده برای خود. فردین بخی تو صداش که بخی. اونم آمد. لالا چی گپ بلند صدا داری؟ ایشه تو جه
پیسه را از کجا پی تو؟ پیسی چی؟ پیسه که پیش هست. حالا تو میای غیر نمیزه پیسه رو بداره یک دفعه خانه می وام غیر گپ سر پیسه میبری. خودم رو میشه آدم رو گپ بزن تو. از کجا پی پیسی چی رو رولا؟ این پیسه که پیش هست. اونم پیسه رو ما گفتم. خود قصه پیسه می پیش نیست. تو بعد کردی نگفتم تا که بعد تو کدی؟ پیسه مردم از دادم شه؟ پیسه کی بود پیش؟ حالا سک خوب از من والای او خانی تو ما پیاده سر مشناسی خواره کلشه تو بچه ها موتر میخرن ما گفتم یک موتر فروش هم شناس دارم بیا که بریم ما برتان میخرم گفت خیلی این پیسه پیش تو باشه روز که ما میرفتیم بعد زنگ میزنم که تا پیسه بخیر بریم ما موتر رو بگیریم گفتم برو سایسته من پیسه رو آوردم من خانه در اینجا قایم کردم همین دختر مسلمان مرا دید من خبرش گفتم از پیسه یاد نکن در خانه که مادرم جگر خون میشه میاد خبر میشه باز پشت منم میگن که تو پیسه را سوجا کردی من از 1000 پس جیب متوان دادم گفتم دان تا چوب بگیریم من 1000 پر بگی چرا دادی پیسه از مردم 4000 پر دادی خوی شیطان گفتم شیطانی نکن از خودم یک شیطانیش ما 1000 پر توان دادیم خو شیطانی کنه از مردم چه مشکلی بود شیطانی کنه به نظر ما اونم مطلع زن مامای گفتم که نگاه بر شما گنال تو مرا مکان میگیری یاد است یک دفعه دیگه هم پیسه دیوال ما گرفته بودم چی روز سر ما آوردی که رفتی این تو دکان و دکاندار گپا و از اون خاطر ما گفتم اینا کی باز برا پس در منطقه بازو بچه را پیدا کو باز پیسه را پس بر از گفته قجانجات تو زن مامای من دمی وقت گم شده ایام پیسه داشته خب بالا چی کو گم شده آقا بچه ماست مقصر به نظر ما که پیسه اونم از است با خدا که طلا را گرفته باشه فروخته باشه که دو قبض کنید فهمیدی اگه ما از این طلا ملو باشم وقت تو بر پیسه را بخیر پیسه خلاص شد پیسه چی لالا پیسه را فشت کو قوارش تغییر کرده لالا سایکو دروغ که میگه اینو تو بخیر پیسه را بر بخیر غیر اینی موتر که نخریده مینه کلیش دمی جیب ماسه ایام از بچه هست میامیده میشن دیگه خلاص دینه این موتر رفتن خریدم دینه روز رفتیم خریدم این کلی چند وقت از پیشش از دروغ میگه دروغ میگه بابا بیزتی نکن اولا ما چی بیزتی کردیم ما صد قچم تو بگو چی کردیم بخیر بر پیسه را بخیر نیست پیش ما پیسه نیست پیسه را بر بخیر نیست با باشک بیارم یا نه بخیر گفتم حالا این پیسه باشک بیارم یا نه حالا خب پیسه نمیخوام پیسه مادر نکن لالا نکن چی گپ است الان میکشی چی حالت است برای خدا الان مادر شکر خواهد خدا بسنید فردین از دست از این دروغ کلان تو میش خواهد ندارم اگه بگویم چی تو شو اگه نگویم چی تو شو اگه بگویم خواهیم تو بیخی باقی اگه لالا اجمالا بگویم خواهی نمیتی یک زدنک میخیزه در ای خانه خدا منید بزنید شاید هم گرفته باشه اینمی طلاها را گرفته باشه و اینمی تو در خوام که اومده این رقم تا حال ما فکر نکرده بودم که طلاها را گرفته باشه این رقم و رقم در خوام میخی اومد که طلا را گرفته شاید اونم طلا را گرفته باشه این پیسه را جور کرده یعنی خانم که کاش باورم نمیشه چه اتفاق افتاده بعد از قسالت تو کلان تو آدم پیدا شده حالا اگه بچه بفهمم دیگه اینمی رقم یک قصه رو بر من کن دل جگر رو آدم خدا بریزانه که در زندگی مرتبه اصلا بر من قصه خانم که چه قصه که خمده کجا کم وقت نمیشه یک عمر میشه یک عمر میشه بچه این رفته بود برای کار غریبی این که در کار غریبی میکرده در کدام جای کار میکرده شکر این کدام چیز قیمت بای از گم شده کدام میگه چیز قیمت بای از امون نفر از امون ملک گم شده باز سرازو آخر سرازی افتید میگه دونو میگه سر ما قید کشیدن و ما بندی شدم چند سال مثلا 10 سال هم قدر رو قید کشیدم 10 سال تو در بندی خانه بودی 20-25 سال میشه گم شدن تو اقامت دیگه در کجا بودی میگه تو باور کردی خانم بابا گوش که بچه هنوزم قارسی نباشم پدر قار نیدی از این وقت قار نباشه چرا بیساز شد چرا بیدرک هستی پدر چطور دلت شد که ما را تنابونی بری یک روز هم در یادت نامدیم آرزو جان ما تمام مشکلات های خود بر مادر جان قصه کردم نه پدر یک روز ما در یادت نامدیم
نگفتی یک یا روز- سیر از گوش نستن کارگر دارن ندارن بدون از او ما کاربار تا کار نداریم اینمی که بالای سر ما که می بودی اونمو هر چیز بود همی که یک کلمه پدر برات استفاده میکردیم هم یک عالم حال استفاده کجا رو پدر چی گوش فایده کن. پدر گوش کن ما که مکتب میرفتم دیگه چه کار که پدرش می آورده که مکتب پدر صدا میکرد که خداحافظی میکرد در دل ما چی میگشت چی نمیگشت خب ما همیشه مشکل تا این درک کمبودی می‌کنم. پدر در زندگی ما درک احساس کردم. کردیم. ما مشکل تا درک کردم باشیم ما قصه خودک بر مادر جان قصه کردم او خیلی به طور قسم قبول کرد دیگه تمام مشکلات های من قبول کرد این هم که شما دوری مرا میگه من که بندی بودم وقتی که از بندی خانه برآمدم میگه شماره یکیتان پیشم نه تلفن نه دیگه میگه یک شماره بی بی آی جی پیشم بود از بی بی تو دیگه میگه بر از همون زنگ زدم دیگه صاحب خانم گفتن خب این اصلا هیچ دلیل شده نمیتونه در خانه که شما سودا کردید او خانه خود زیادم بود جایش بود جای تولدش بود این خانه باز نامده بود. گوش که بچه درست چرا یک دفعه نامده یک دفعه این خساره نامده قوال دیگه. باز کدام یه عصر تکنولوژی تلفن چطور نبوده تو گوش بگی خیلی بندی حتما بودم کدام فساد دیگه در یک کدام چیز در کلان از شما پد کرده خانم که گوش بجان که بچه یک خوشباور نباشید درست از گپت این بندی بوده کدام بر از او اول داده که زن چوی کرده دیگه نبیایی تو چرا اگر تو آرسی خود نکرده شماره تو پیش من دو دانه دختر داشتی خانم کاکا تا چی سه تا دیگه یک شو گفتی به دنیا نامده بود خود دعوت نم بود خو امو آدمی که شیطانی کرد بچه خدا بو خانه شیطان خراب کنه خدا شیطان در بدر کنه زندگی مرا خود تبا کرد شیطان تبا کرد بر از گفته که دیگه چی میکنی تو میایی چی میایی زنت بود چوی کرد رفت دیگه میگه مردکش از میگه ات شروع که میگه زمین از زیر پای رفت آسمان از بالا سرم میگه من گفت خیلی کدام مرا کشت دیگه نفسم برآمد میگه من مجبور شدم در بدر کجا بگردم مجبور شدم که دیگه زن گرفتم دیگه تو اصلا دلیل شده نمیتونه با کدام موضوع تاریخ نیست یک عمر که زندگی کردی دو دانه دختر داشتی هیچ که نبود مسلمان و اطناق سنشون بین گفتی 6 یا یکی 6 ساله بود یکی 3 ساله بود بچه در مقدار سال حداقل به خاطر تو فکر کنش دیگه ازدواج کرده بودی به خاطر دخترای خود میامد بعد پیسه روان میکردم دیگه کار کردم پیسه اینمی شیطان نمانده که پس بیا اینجا میگه من مجبور شده بچه چطور دلیل یک آدمی که برای یک آدم بود که زن تاریسی کرد دیگه نبیه دیگه اون دلیل شده نمیتونه خانم کاکا یا چیزی که از سادگی خود باوری تو خود از دل پاک کرد که تو قبول میکنی هم تو نفهمیدم نه لوگای دیکھاس رکھے کس بولا مرد از خودت مرد از یک روز یک ماه مانده مرد تاثیر میکنه باز این دلیل نمیشه همین را جان فهمیدی که تو آدم 25 سال گم شدی رفتی تا آخرم آمدی که من بندی بودم چطور بودم 10 سال شده بندی خانه تو سپری کردی کلا برا تو در بندی خانه بودی تو حداقل از بندی خانه در قرن 21 در عصر تکنولوژی کدام زمینه بر تو مساعد نبود که حداقل یک تماس میگرفتی یک احوال میگرفتی حالا 3 ساعت ما کمل شد این بچه شاپیره رفت که تا بر ما گاز گره نه خدا من خیالم که یام کانته پیروی بچه عدیره کدک پشت کفن داشت کرد رفت چپن آورد تا که او آمد وقت مرده دفن شد خلاص حالا ما از گشنگی رو درکا انصاف شد از بیچایی سر و درد شدم حالا ما ایجا خات مردم و گاز نخواد رسید ای خدا نه خدا خب رسیدیم در جایداد مرا گفته بود چند کیلو پر تو؟ 4 کیلو 4 کیلوش چند میشه؟ یک هفته 14 31 4 280 روپه خب 2 کیلو برات انداختم 4 کیلو انداختم ببخشید مرا 4 کیلوش 280 روپه میشه خب یعنی این 1.5 ساعتش خزمه است خب مردم خب مفت کار نمیکنه براتون که مفت کار میکنه این 100 روپه مایدهش برات میتم میگم 4 کیلو برات میگم باز انداختم الله چقدر گران شد 4 کیلو شد از راستی اوزاکش اینجا بانم بر مایدگاک شبتم زن ماما جان مجان او بچه حالو بیری که مردم زن ماما گاز نداشتی منطقه تان
کشتی ما را این رفتیم از 2 منطقه پایین آوردیم گاز خواهیم چکید دکانت میاد خواهیم بود هر کس میگم گاز میگه برو پایین زارد من در کجا رسید حدیث نام پیاده رفتم حدیث نام پیاده آمدم نه مایدگاه که تا بگه 4.5 کیلو برات گاز انداختم پرش کردم تکک بند دان بدان آلو بچه تو را کی گفت که 4.5 کیلو پرتو 4 کیلو پرتو ما دایی مفلسی دایی بی پیسگی برو خیر یک چند وقت کار بده از ما چی میکنی قضیه گاز خلاص میکنی هم یک چند وقت یک ماه تا کار بده دقیقاً بچه شاپیرای هستی دیگه گناهت نیست ملامت نیستی دیگه اما فکر نمیکنی که یک ناجور میشم یک دیگه میشم میدیم میگیره خب زن ما گفتم میره پر کنم برات که کدام وقت من نمیباشم خانه باز خودت چی رقم گاز پرتی و من خودت گفتم پر باشم رقم گمش که گپار چه میگنی دوری ما رنج بردین احساس دوری ما را کردین قبول میکنی که 2 چند 3 چند ما احساس دوری شما را مادرم چی روزای سخت سر ما سپری کرد چی روزایی که نبود که ندید چی تاناره که نکشید آفرین مادرت آفرین مادر در مقابل کلگی مقابل اگه تا یک کس نام بعد ما را نگیره کل ما را به ثمر رسون به یک زن بودک به تنهایی خود رفت در خانه مردم کار میکرد پاکاری میکرد تا که ما را کلان کرد اینا رو مادرت گل صحبت دواره بشن من زحمت میکشم هر چیزی خواهش داشته باشین انشاءالله براتون مهیا چی فایده پدر پشت او رفته داره چطور حالا یک چیز کدام طور مشکلات دق شوه یا خفه میشه از پیش یا جنگی میباشه پس دوباره رای حلش هست که آدم گپ بزنه باز ما شما اعضای خانواده ما قصه خود دوباره نمیشه بر خود اثر شروع کنم در برگیر وقت میشه ما تمام جریان باید قصه کردم گفتم پیشترم که باور کنید شما که ما یک پدر هستم یک پدر بودم و دوری شما بر ما بسیار سخت تمام میشد اگه سخت تمام میشد اگه ما رو دوست میداشتی بر ارزش میداشتیم خب ما تا چی گفتم؟ برای بسیار گپای نادرست در گوشم رساندن با وجود هر قدر گپ که بوده باشد چطور از اولادای از زنت دل کندی؟ نداشتم آدرس نداشتم من چند روزی که آمدیم میفهمی که همطور در دل میگشت که حتما یکی از شما رو باید ببینم باید پیدا کنم تو مادرت قسم میکنه که ما باید کنم فامیل دیگه ما واسه شدیم ما دروغ نمیگم باشیم دروغ گفتن کار خوب نیست اینا به من قدر اندام خودت رفتی زندگی تا جور کردی پدر زن گرفتی اولاد داری تو ما رو چی میکردی؟ بچه مثل خود آرزو جانم یک دخترک دارم او هم رایت خودم دیگه کم بود ما را احساس نگدی حالا اگر ما احساس نمیکردم بچی بانا خانم میامدم دیدی مرا نی؟ گاهی با ای بانا گاهی با او حالا من خوب فهمیدم که سلما و مادرم چرا از مرد طایفه بدشون میاد نه چرا سلما عروسی نمیکنه این حال من فهمیدم که دلیل عروسی نکردن سلما تو بودی نه من نبودم مادر جگرخون بود مادر جگرخون بود نمیسونه تو دلش چی نمیکرد که ما برم شاور بتم اینا رو حال کل گپ هر شد دیگه ما رو جگرخون نساز ما برم در سودا میرم مگه بچند دقیقه آمدن و بچند دقیقه گپ زدن این سالا مجرا میشه بخیدم 1 دقیقه میشه اون روزایی که ما پشت نداشتن پدر گریان میکردیم داغ پدر در دل ما میماند حالا بازداشتنش خوشحالی که بچه هیچ گپی نیست میگه مرغ است یا مرواری را مایید از هر وقت از او بگیری تازه است حالا گپا تیر شد دیگه کوشش که خودم خوش نگاه کنی چرا ما که دیگه خورایت هم گپ زدی میزنی یا تماس گرفتی یا فقط تو من دیدم که بسیار دیگه تو زیرک دختر هستی نام خدا کنجکاو هستی دانستی که موضوع را زود حل بسازی زود برای افشا بشازی که چی گپ بود این مسئله بود تو بیادر خیش کامل خوارش هر چی که شد خونمون نفر زندگی مرا خراب کرد نکرد زندگی دیگه بس فرصت نتی خانم کاکا جان اصلا برای دیگه چانس از زیر نتی که تا روبرو شه و لیاقت تو هم نداره از دخترایت هم نداره خانم کاکا و روزای سخته که برای ما آرزو قصه کرده که نشه و فهمیدینه روزه دو مشکلات ما برای کسی بدی ما برای کسی بچه چرا دقیقه وقت کجا بود سمیرا جان زندگی مرا اونمو شیطان تبا برباد کرد خدا تبا برباد اما اون فرد بد بود میگه من مجبور شدم در بدر میگشتم چی میکرد من مجبور شدم دیگه زن گرفتم میگه نمیاد برادر آرزو جان دختر دارم میگه اون زن داره اولاد داره دیگه چی کنم زندگی بخرم برای با من هیچ مانایی نداره همین من میگم خانم کاکا نداره اگر نبیام مانا نداره بچه همین مطلب ما همین خانم کاکا برازی میگم که یعنی دیگه بابت که زندگی اصلا رو وقت اصلا اجازه نداره که 40 کیلومتری خانه تان قدم بانه
حالا به شکر شما رو میکشم امی اولادم زنده باشه شما زنده باشین بچه هیچ با مانای نداره شوی دیگه باش اصلا فرصت چانس زندگی ندی خانم کاکا چیزی که سختی ها بود گذشت نام خدا دخترها جوان شد تحصیل کردن هر کدومی به هر جای خود رسان میگه آزموده خطاست برای من دیگه هیچ قوم مانا نداره هیچ اینمی خسران و من هیچ دیگه مانای نداره زندگی ما رفته باشه چی کنم میشه دشمن دیگه شاخ داشته باشه یادم باز بعد از وقت آمده که ما عروسی کردیم برای معلوم شده حتما کدوم دیگه زن گرفته چه قسمی دیگه فامیل تشکیل داده برخواست آره خب گفتم من برای بچه چی گفتم میرم گفتم نفری که برای من زنگ زد دیگه نبیا زن چی که رفت چند بار بر تکرار کردم بچه گفت زمین از زیر پایم رفت آسمان از بالا سر که سرم شوی کرد رفت خیخانه و جای اولادم چرا آمده نمیتونستی یک بار دیگه رفتم دیگه اینو تو کار کرد در بدر گشتم میگه مجبور شدم که من آدم مجرد کجا باید زن گرفتم دلیل نمیشه خانم کاکایی دلیل نمیشه خوارت بود از خاطر خانمت نمیامدی از خاطر دخترکایت میامدی خب نمیشه بچه یک آدمی که برای یک آدم بگویه خب گمش که زن و ماجان یک گپ که مشوره میکنم چی گپ بچه امی خواستگاری که خبر داری که ما خواستگاری میریم نه پشت امی دختره که خاله زبیده که ازم داماد خوارش میشه دیگه نانوی دختره نانوی دختره ما امی ترکایی نانده دانت نکن این ترکایی نانده تا ما چرت میزنم دیگه ازم داماد تا میگم خوارش میشه دیگه امی چی رقم مردم هستن زن مامان جان به خدا بچیم خوب مردم هستن من چی بگویم مادرش عاجز آدم هست بیگه بی سخن هست دیگه مردمش خوب مردم هستن رضایت داری که ما باید میره با اجمل بگیریم نگیریم بچیم رضایت مرا چی میکنی گل زنم کلان هستی تو به خاطر که همیسونه میشناسی که قلم زده بود نه رضایت ما به درد میخوره و نه رضایتی تو او قلم زد نصیب قسمتش بود یا گپ با نمیشه میره شمی خود میگیرم میایم دخترم خوب دختر است عاجز دختر درس خوانده دیگه تحصیل کرده سعی نمیشه کار داریم که دیگه اما مادرشم بسیار یک بیبی زن است بسیار خوب زن است خب بچه شیطان بمره الهی شیطان اولاد خود گور کنه بچه مگنی همی دامادم یک پای پاچایی آدم بود یک دقیقه بیمه نفس نداشت دیگه خلاصه یک شپه و نمی خورد بیمه اون از روز که سیامار قاقچلی را که گرفته حال خیال خودم سرم نمیره خدا میدونه که چه قسم چی کاره با داماتم کرد که دلکشه از من سیاه کرد من سرم از داماتم زن دادل آدم شیرینی میکنه راست میگه زن ماما جان خب خیلی او دخترک کاکایش هم هست کتش نی؟ یک دخترک دیگه هم هست او کی هست؟ او چیش میگه دختر کاکایش میشه چیش میشه؟ بخیالم از زمانانی دختر من ننوش خب دختر خالیش میشه مچون کاکایش دختر خالیش خب من هم شناسم دیگه گفتم باش پرسان که اوگه کم زندگی میکنه که چند بخیالم چی رفت؟ همونجا زندگی میکنن یک جای دیگه نیستن بازو جای درس خوانده نخوانده چی رقم است؟ از چی کدام مردم هستن؟ اگر من نمیخواستم شما رو ببینم من نمیامدم خانه پدر تو که میخواستی برقم ما رو پیدا میکردی کنه پیدا کردم دیگه حالا پیدا کردی پدر بعد چند سال ما رو پیدا کردی وقتی خیلی خودت نام خدا خودت من حتی تریتم ندیده بودم وقتی من رفتم خود دعوت مادر بودینی نه اصلا من نمیشناختی چهره من برات معلوم نبود و حال شناختی حال دیدی که یعنی کیستم من دیگه جان پدر این ما از پیشت هم خواهش میکنم هم حضور میکنم هم ازت بخشش میخوایم صحیح پدر صحیح دیگه همونطور است برو بچه دیگه پونا رو خودم پشت کار که برو جان پدر دیگه تشویش نکن خب هر امر خدمتی که بود شما رو باید مولد بگی بر من زنگ بزن بگو پدر بر من این چیز بیار بر من این چیز بیارم من این چیز کار دارم اگر باز من برآورده نکردم باید از سرچ اوکی برو بچه پشت کارت برو ما هم کار دارم میرم ساز ما رفته گفتیم خب صحیح نمیشه او با دیگه دست پاش کار نمیته که طرف خانه بیه خیر است تو بر من بانشه من بر تو رو من میفهم که اصلا قضیه از چی قرار است خانم کاکا تو هیچ خدا بر تشویش نکن دیگه باش اصلا فرصت آمده که دی خانه پای خدا بانه باز نمیگه سر آرزو چقدر فشار آمده چی وضعیت داره امیالو
چیز الوای نبوده خوارش دیر نکردم. یک عمر زنج کشیدین در وقت کجا بود؟ در روزای سختیتان کجا بود؟ مقصد چرا خراب نکن خانم کاکا، من حتما یک کار میکنم. عجب دلیل بگوید زنم بیچاره صاف دلکش بازی داده. آرزو خوب هستی؟ چی باز پیدا شد؟ آرزو میدان ماندیم، چه قسم موضوع است؟ پدره؟ ما میدان ماندیم. نو خبر شدم، میخواستم که دمی باره که ایدگاه بزنم. خانم کاکای من نمیگی بیچاره صاف دلن؟ هر چی کو برج گفته ای باور کرده. آمده که مچم نبودین و تلفن ها گل بود و یک نفر بر ما زنگ زده که گفته عروسی کردی. این خود دلیل نمیشه. من قبول ندارم این دلایل. ای اصلا نه چیز عقل آدم منطق آدم چطوری گپ قبول کنه. حداقل اگه خانمت دیگه فکر کو که دیگه ازدواج کرده بود بخاطر دخترایت میومدی. من میگه برش میگم. چی آدمایی را گیری بیم؟ چطوری با شما در خانه ماندی؟ خیلی بکشمش از خانه. خب میگه پدرم دستم، پدرم. صحیح است که پدرت از دقیقه وقتای دیگه کجا بود؟ روزای سخت که شما سپری کردین کجا بود آرزو؟ قصاده نشین دختر خدا به کدام مطلب اومد در خانه شما بازی؟ خب مادرم از تنهایی نجات پیدا میکنه. biz ما مرسی کردیم تنها سکده قلون پدرم خامده. توی گپ میزنی آرزو؟ خیلی چی بگویم دیگه؟ چی رقم مردم هستن؟ من زمین مردم کابل است دیگه. چی بگویم تا دیگه؟ اون خوی بیشون بلد نیستم. ما ایاق بگویم طلاق برای طلاق بگویم ایاق برای ما چی بگویم درباره مردم؟ چی فیصله کنم؟ من خو ولی ولا نیستم که از خانه مردم با خبر باشم که بر تو را پول داده برم. تو هم ننه توره تا کنجکاو میکنی که ایران نه میشناسیم گفتیم باش بشناسیم چی رقم هست. میگه سوزنه که یافتم دیواله که کافتم. من خب بسیار همین دخترک در این دلم شیشتر میگم که بسیار دخترک انسان است، آرام است، عاجز است. برای می اجملمو میخوانه زن باشم. با اجمل بیخی میخوانه بچه. سر از اجمل جمع میشه دیگه هم میشه. یک نفر در میخوانه ما زیاد میشه نی؟ دیگه زیاد میشه با دختر خودش کارگرم از دست پایی است. میگیره دیگه میگیره چرا سواد دار است بی سواد خونید بی تحصیل خونیست. باز خیره اگه زیاد شده که دختر خالی خودم بیارم اینجا که ما زندگی کنم. باز میگه چیز نشده میشه که ما زندگی خود زن موجه من قامردم یک گاز ماز برد پر کرد اون میدگک تم دادم دیگه مرا خیلی بین صدر پاپاز دادیم حسایز دیگه زن ما گفتم پر کردم نه گاز تا آخر پر کرد چیز کار داشتی فقط یک صدایت بکار است نمیفهمم برو من رفتم خیلی ببینی بچه خداحافظ برو خیلی ببینی خدا بچه بخیر بکنی برو خدا یا مرا دان مرا میکوه خواب دور لبای شطر ماننده کامل مردانم از دانم گپ میگیره کالبره به ننی خود بگویم اون ننی شهر زده و بر زده بیای یا زن شهر زده و بر زده بیای در سر من که تو چی گفتی چی ماندی چی کردی توبه خدا توبه نه بچه خیسته مادر یاد میتاز برای خدا میدونه چقدر پیسه بزده یک پول گرم خود ما گپ میزنه کی وقت نتی در زندگیت بیه وقت نتی تو چی که یعنی مادر کلان از این زندگی مرزت تبا کرد راستی؟ نه خیلی تو کار کردن؟ نه خیلی کردیم خیلی که کرده آن چی بگوید دفعش کشیده نمیتونی گفته نمیتونی این شیره گپ هم میزنه چی ده دست زامن خاله جان میگه دیوری هم دیوگار میشه دیوری هم دیوگار میشه چی کنم سر چه بازم پدر اولادن خواهد بیان سام حالا مقدر آمد نامش خود سر دانست خواهد جان میراث خود خاله خود پیدا نمیشه با که بیای پیدا شم میشه که تو خوار میشکنی کدام میراثش سر با ماده که از ما میراث میتر بستن همه شاد دادل مینم تو خانه که دگه پایشن خیر از خاله جانان جیگر خونی نکا گیریم نکاره بیا بریم خاله جان تو گیریم کردن نافشار دلم من دیگه سعی کنم من سعی میکنم شد بیا خیر دود اینجا صافی کن تا خیلی تو برو مقصدی دلیل نمیشه آرزو خو آمده که عروسی کردیم من دیگه زندگی دارم نبودین تلفن نبودی خود گپ شده نمیتونه خب میگه کدام کس برات گفته که زنت شوی کرده با مادرم گفته که پدرت مرده پدر نداری حداقل نمیتونست یک بار بیای خود شغال بگیره گوبه من به عنوان پدرم قبولش ندارم ازش خفه هستم دلم صاف نمیشه ازش خود چاره چی هسته
دیگه چاره خو نداریم مجبور هستیم قبولش کنیم اصلا این منطق نمیده این گپ چیز قابل قبول نیست چی بگم خدای من به خدا بختار خوبی خودتان میگم آرزو اگر نه بر من حالا باید تو چرا خوش نیستی که پدرم آمده بیگانه خو نیست کاکایت گفته میشه بیا زود جیگرم خونه است که دیگه پای تفصیلی مر سر نبر بابا ما چی بگم خواهید قناعت نمیکنه او خودش کلان است خودش میفهمید که چی کنه چی نکنه او اگر میفهمید اینه میگه بعد از هیچ وقت تو کار نمیکرد پدرت نمیآورد شما رو در چقدر سختی کلان کرد تا امروزه ما خود چیزی بعد نگفتیم ما گفتیم که دقیقه سال ما پدر نداشتیم از این بودم نمیداشته باشیم بودن نبودنش چی فرق میکنه یا خویش تو کانر میشه ولی ایران موندیم که چی کنم اگر ناز میتونم اگر دیگه میکنم بیخی یک رقم از اونجا که از خانه خوشی بابای دوره گرفتم گفتم بیا که بریم بخیر خیستیم آمدیم در راه که هرچی میگم بیا که بریم خانه بریم اینجا خانه نه من نمیرم من میرم خانه پدر مادر سلام خوب شد که اومدی بیا سلام علیک سلام علیک لا تو شد کدام سنگه چپا پر تو سنگه چپا نپر تو دیگه چپا پر تو خارج گرمی یا چی میگم من میگم مریضی تو اونجا زمستان بود یا گرمی وی خدا چرا گپ تیر میکنی آرزو وی خال مریض است و آدم است انسان است نکو خیر است دیگه فشارش پایین بود نمیامدم به خاطر که دمی خرید برید نواسه کس امنیتم نداد چشم کم دیدن من نمیامدم دمیم نماندم نواسه نه جای خودت داری جای خودت ما رو به نواسه تو خلاص میگی همه چیز صحیح حقیقت همین یک دختر بچه که بدل خود خوش کنن بگیرن دیگه نمیتونم من با خدا من خودم نرفتم که چون